گروه از فعالان ازبک‌تبار در خارج از ازبکستان از هیکل‌تراش بریتانیا پل دی دعوت کردند از ساختن مجسمه پرزیدنت پیشین اسلام کریموف در نزد سفارت ازبکستان در مسکو دست کشد. این گروه گفته است اگر مجسمه ساز این طرح را پیاده کند، خون قربانی‌های کریموف ایجاد او را برای همیشه داغدار می‌کند. حکومت ازبکستان و بنیاد اسلام کریموف تحت سروری دختر خردی پرزیدنت لالا کریمووا ساختن مجسمه اسلام کریموف را به پل دی سپردند. اما سازمان حقوق بشری آسیای مرکزی مقرش در پاریس روز 5 فوریه در یک نامه سرکوشاده از پل دی دعوت کرد تصمیم خود را بازنگری کند و این طرح را کنار گذارد. مؤلفان نامه اسلام کریموف را به دادن فرمان کشتار صدها نفر در اندیجان در سال 2005 متهم کرده و گفتند که حکومت کریموف آنهایی را که می‌خواستند تعداد واقعی کشته شدگان در اندیجان را به جهانیان آشکار نمایند خاموش کرد. این افراد نوشتند شما باید بدانید که او قبل از مرگش در سال 2016 میلیون ها نفر به شمول کودکان را در پختزارها همچون غلام استفاده کرد آمده است در نامه. مؤلفان نامه میگویند در زمان اسلام کریموف بنابر سرکوب نیروهای امنیتی تحت نظارت او عزیزان خودشان را از دست دادند و عائله هایشان را گم کردند. مؤلفان به پل دی گفتند مبلغی که برای ساختن مجسمه کریموف میدهند پولهای افلاسی هستند که پرزیدنت پیشین و خانواده او سالها از مردم عادی دزدیدند. واکنش رسمی پل دی به این دعوت تا حال معلوم نیست. اما ماه دکبر به دنبال اظهارات سازمان هیومن رایتس واچ که دی را برای قبول طرح پیکره تنقید کرده بود، مجسمه ساز به نشریه گاردین گفت که او یک هنرمند است نه سیاستمدار. اسلام کریموف 27 سال به ازبکستان رهبری کرد و دیگر اندیشان را بی‌رحمانه سرکوب میکرد. او ماه سپتامبر سال 2016 درگذشت.